بسم الله الرحمن الرحیم. حمد به حد، ثنا به اعداد، بر خدایی که نور ایمان را غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زود راحت، نام پاکش محمد عربی است، راهنماینده بزرگ و سبیل. ما حضور داریم و برای یادآوری روحی او و برای در حق او از آن کردارهای خیری که انجام داده بود و با چشمم دیده بودیم و با گوشم از سخنهای نیکشم شنیده بودیم، حضور داریم یک جایه با همه شما برادران عزیز و گرامی از خداوند مهربان خواهان او میشویم که هر یک عملهای نیکی که در حیات این برادر ما انجام دادن، خداوند سبب راحت خانه قبر و سعادت میدان قیامتش گرداند و فرزندهاش خدای مهربان توفیق و هدایت و راه درست را خدای رحماییشون بفرماید و همه این خیر احسان ها و تا امروز این دعا و درودهایی که در حق او شد خدای با فضل و کرم قبول بگردانید. برادران عزیز و خیلی گرامی، خداوند همه شما را سعادت دنیا و آخرت یکی از حضور بنده و حضور استاد احمد داملا عبدالرحیم و داملا احکام الدین البته خواستید که استفاده شود، خواستید که یعنی این خیر احسانم که اگر به خاطر روح گذشته های ما نور باشد ولی حضور اهل علم و صحبت این نور جداگانه است و شما از این انشاءالله خواهشا و طلباتان همین است که چیزی گفته شود و شما بهره بردارین و هم برای سعادت و انکشاف عقل شما هم در دنیا و هم در آخرت شود. خداوند گذشتگان شما را رحمت و مغفرت و بازم محبت و خواهش شما را به سوی شنیدن سخن خدا و رسول بیشتر بگرداند. برادرای عزیز و گرامی، این هم یک نشانه گوییم خدا ترسی و خدا جویی شماست که وقتی میشنوین یک برادر شما در محله شما در ناحیه شما به حیث مهمان میآید، به حیث یک دعاگو در حق یک برادر مسلمان میآید و شما از دیدار اونها از صحبت اونها بسیار خوشنود و بسیار خرسند میشویم. این خود بیانگر اوست که شما هم انشاءالله از بنده های خوب خدا هستید. این بیانگر اوست، زیرا من در حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندم که خداوند به هر بنده ایش که اگر هر یک بنده را که به خودش اگر نزدیک کردنی باشد یا از جمله بنده های نزدیک خدا باشد، برای او گوش کننده و برای او یک وجودی در این مجلس و در این نشست راحت کننده نصیب می‌گرداند. برای من خوش به حال هر کدام شما که شما هم از امو گوش‌هایی دارین که سخن خدا و رسول شنیدن بسیار خواهش دارند و بسیار طلبگارند و حتی گوییم که تشنه هم هستند. برادران عزیز و گرامی، از این فرصت‌های مناسب استفاده برده
و همه شما بیان می‌سازم که همیشه کوشش کنین که این نشست و این اهل علمی که برای شما از نام خدا و رسول از حقیقت آنچه که در دین ماست بیان می‌سازند دائم پشتیبان باشین، دائم در تلاش و سعی این گونه نشست‌ها شما سعی کننده باشید. و ضمن آن که برادران عزیز این گوش کردن شما برای شما یک حالت امن و حالت خوبی را اگر بیارد در برابر این است که خداوند از نامه اعمال شما آن لغزش و سهلی که شما انجام دادین با فیض این نشست این صحبت همگان او را نابود میکنند. ولی این خیلی گوییم برای ما و شما یک نیکبختی است که وقتی از دفتر اعمال ما خداوند خطا و لغزش‌هایی که در حیات کردیم اونها را با توفیل این گونه نشست‌ها از بین میبرد. این هم الحمدلله رب العالمین که هم بینین همین انسان همین برادر ما امام مهدی را که در حیاتش هم آدم خدمتگار و خوب و نیکبین بود، حتی بعد وفاتش هم این چنین مجلس‌های گوییم که سبب یادبود همون با سبب می شود که از نامه اعمال ما با توفیل این مجلسات خداوند چی آن سهو و لغزش‌های ما و شما را دور می‌کند. بعضی از مصرع‌های شعری وجود دارد که اگر چندی که از داخل آیت و حدیث گرفته شدند و می‌فرمایند خدایا همنشین عاقلان کن، خدایا همردیف عادلان کن و گوریستان از آن روز بخسبان مرا همسایه صاحب دلان کن. برادرای عزیز، این آدمای صاحب دل، این اهل علم، این پیشواها کسانی هم که در دنیا هم باید در پهلوشان باشیم، حتی در خانه قبر هم اگر در همسایگی این اگر خدای مهربان ما را نصیب کند و در پهلو اینها اگر در گرد اینها اگر جای برای ما رسد، حتی اونها را جسدشان هم مردهشان هم با برای دیگر مرده های برادر ما چی شفاعت کننده هستند. میخواستم برادران عزیز یک حدیثی را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوانم و آنچه که محدثای ما در گرد این حدیث تحلیل ها کردند بیان کردند، من معنای اونها را به شما گویم و بعدا استاد کیدالله عبدالرحیم هم اینجا حضور دارند، اینم تعزیه خودشون و دعای خودشون در حق برادر میکنن، بعدا خدا خواهد باز پناه خدا میکنیم. عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت ابی هریره برادران عزیز این کنیت ایشان بود، اصل نام او عبدالرحمن ابن صخر بود، یک نام خیلی زیبا هم داشت، نام عبدالرحمن بود و خیلی خوشبختی هم به جان او به حال او که بیشتری حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نام حضرت ابی هریره روایت می شود. بیشتر 5000 حدیث برادران عزیز حضرت ابی هریره، هر جا که ورق میزنید در هر کتابی که در اونجا حدیثات جمع آوری شده باشد در هر ورق حتمی نام او ابی هریره عن ابی هریره عن ابی هریره گفته میگذرد. حتی آنقدر شخصی با سعادت بودن برادران عزیز که در حال حیاتیشان از پیامبر دعا کردند که خدایا دعا کن که خداوند محبت مرا و محبت مادر مرا در قلب همه مؤمن ها خدا نگه دارد. ولی باور کنید برادران عزیز، افسوس که شما بچه های خوبه، شما الحمدلله که مخلص و محب دینه، ولی از همین حدیث و از کتاب دور بوده. افسوس که همین قدر امکانیت های خوب بودین تا این روز خیلی امکانیت های خوب زیاد بود،
ولی ببینیم با یک محدودیت و با یک تنگی و با یک کم کم مقصد که اون وسیعگی ها و اون بهبودی ها میده خیلی از بین رفت. خب خدای نکرده که تماما بسته نشود، ولی در همین خیل حالت ها هم شما از قرآن خواندن و از حدیث خواندن ببین شروع نکردین، نخواندین، تا که با این شخصیت هایی که نامشون نگیرن باید شما علکه آگاه باشید که اینها کیا هستند، اینا چقدر جان سپاری ها کردن، چقدر محبت با خاندان رسول و جان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند. شما بینید برادران عزیز بیشتر از 5000 حدیث روایت میکنند، ولی هر کسی که با ابو هریره شناسایی دارد امروز اگر چند 14 عصر هر 15 عصر میگذرد ما نه جمال او را دیدیم نه شخصیت او را مثال گوییم که زیارت کرده بودیم، ولی محبتش به خاطر دعای پیغمبر در قلب آن کسانی که از حدیث آگاهند در قلب اونها وجود دارد. اون البته اون حق دوست داشتن هم داشت، او حق دوست داشتن هم داشت، ولی امروز جوانای عزیز ببینید بسیاری از شما اهل نمازین، بسیاری از شما محب و مخلصین، ولی یک حدیث از پیغمبر خدا هم بسیاری ما و شما حتی در ذهن‌ها ما نیست. یک حدیثی را از پیغمبر خدا ما و شما حفظ نمی‌دانیم. این هم جای بیل که البته اگر در برابر این امروز جوانایی که ما الحمدلله داریم که همیشه همین از گپ ما که خوانند دائم خواننده باشید، زیرا که آدمی که اکه داملا الحال پیشکی یک قصه را که گفت زد در عوض یک تربجوی که آورد در عوضش یک تربه طلا گرفت به خاطر علم بود. اگر در بین ما و شما علم باشد، در ذهن ما و شما علم باشد، ما و شما که از کتاب خدا و رسول آگاه باشیم، برادران عزیز خیلی تلاطم ها نافهمی ها خریم که در بین ما باقی نمیماند. بسیاری از اختلافات در بین ما دیگر جای گرفتن نمیتوانند، زیرا که ما الحمدلله که علاقه آگاهی داریم که ما فهمیش داریم که هر چیزی که گویند ما علاقه از او گذشتگی و با او علاقه معلومات داریم. برای همین است که امروز بسیاری از جوانهای ما مثال بینید راه سعادت ماندگی، راه نیکو ماندگی، راه خیر ماندگی، از بس که کله ها خالی، از بس که از حدیث و از کتاب خدا که دور ماندن، هر یک گروه هایی که شاید اونها دشمن آشکارای دین باشند اونها بچهای ما را میگیرند استفاده میبرند. همه این برادران عزیز سببش هم چی است؟ سببش همین بی‌سوادی ما و شما میشود. حتی در امام غزالی در کتاب مکاشفة القلوبش حدیثی را از پیغمبر خدا میارد که میگوید هیچ فقر بدتر از بی‌دانشی نیست. ولی ببین اگر ما امروز فقر ناداری را در همین دسترخوان بینیم، اگر من در دسترخوان همین اتکنان داشته باشم و دیگر از این نوش نعمت چیزی نباشد، میگم از من کمبغل‌تر کسی نیست. ولی رسول اکرم گفتن این کمبغلی نیست. کمبغلی این است که وقتی آدم علم ندارد، وقتی آدم سواد ندارد، وقتی آدم فهمیش ندارد، گفتن این است کمبغلی. برای دعوای محبت بر رسول همین است که وقتی ما از سخن رسول آگاهی داشته باشیم، یعنی ببینیم همین پیغمبر نازنینه که امروز حتی در بعض از دولت‌های دنیا دشمنی سرسخت این محمد و این پیغمبر ما هم، خب یعنی همین پیغمبر نازنین چی گفته است؟ برای ما چی راهنمایی کرده است؟ برای ما چی زحمت ها کشیده است؟ ما اینا در وقتی با او شناس میشیم که با سخنهای او اگر سخنهای معلومات داشته باشیم. برای این دادرای عزیز خانین خدا من در حدیث ها خواندم که حتی پیامبر گفته است کسی 40 حدیث از من حفظ کند بر او شفاعت ما واجب می شود. نخواهد شما در همین حیاتی که خدا برای شما مقدر کرده است شما 40 حدیث از پیغمبرتان حفظ کرده نتانید،
صدها کلمه بیجا و صدها گویم مصرع‌های تماما مناسب به حیات و به اخلاق ما نیست از دهن هر یک آدمی کوچده و هر یک آدمی هویدوکی گویم حفظ میکنیم، نخواه یک سخن نازنینه که در هر یک حرفش عبادت شما پی او نگردیم. برای همین دوستای خدا میگفتن که با عالم نشستن این میگفتن ارزش یک دنیا را دارد، ولی به یک آدم نادان نشستن حتی میگد که نیارزد 100 سری نادان به نانی. ببین صدها آدم نادان معنی داد کردن که یعنی صدها سری نادان ارزش یک نان ندارد، ولی با یک آدم دانا و با یک عالم هم نشین شدن این ارزش دنیا را دارد. برای همین حضرت مولوی میگفت از این گویم به نیکان زود آمیز، اگر پا داری از بد دور بگریز. زی صحب نیک و بد پیداست تأثیر، زی نیکان شهد نوش از بد مخور تیر. خلاص خود یعنی ابی هریره برادران عزیز همگی در کتاب ها میگه 4 سال با پیغمبر بودن یک جا، ولی بیشتری حدیث از زبان پیغمبر گرامی روایت کردن. اما میگوید که بادروا بالاعمال سبعا. خلاص برادران عزیز من سخن طولانی نمیکنم، اینقدر میگویم که از حبیب خدا برای ما تاکید کردن که بنده‌های خوب خدا حیات روز برای شما مهلت نمی‌دهد، کوشش کنید که در عملهای صالح پایبند باشید. بادروا به معنای سراسیمه کردن چقدر با شتاب باشید، چقدر در سعی و تلاش و کوشش عملی صالح باشید، زیرا این حیات این عمر برای شما مهلت جدا نمی‌کند. شیخ سعدی میگفت خیر کنه فلان غنیمت شمار عمر، خیر کنه فلان غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ برایت فلان نمان. پیش از آنی که بانگ زده میشود که فلانی نمان، حالا به یک روز نه یک روز بانگ میزنن، یعنی هر کدام ما با کدام نامی نیکی که هستیم حالی نام صدا میزنن که فلانی مرد. پیش از آنی که همین بانگ فلانی مرد، پیش از همین بانگ، پیش از همین خطر، پیش از همین جان به حق تسلیم کردن، حضرت میگه که غنیمت شمار عمر، پایبند کار نیک باش. کاری کن برادرای عزیز که گفتی عزیزای خدا در اینجا کار در آنجا نخل بردار. یک کاری کن که در اینجا کاریده، در اینجا زحمت، مهنت، عبادت، رضاگی خدا در اونجا محصول شدگی. مبادای حتی خداوند آنقدر ذات مهربان است که ما را آگاه میگه فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. خداوند میگه ای انسان ها بسیار زیرک باشید، بسیار هوشیار باشید، بیدارتان میکنم که این دنیا پیش از شما بسیاری ها را فریب داد، بسیاری از انسان هایی بودن که تکیه بر این حیات کردن، تکیه بر این دنیا کردن، ولی از تمام کردارهای نیک و از تمام عبادت و رضاگی من دور ماندم. من شما را میگم که دنیا فریبتان نکند و حتی شیطان به نام منم فریبتان نکند، مهلتان میتد. خیالی بد ای پروردگار لکبخش ای خدا مهربان، با همین کلمه ها ما و شما را فریب میکنند. برای همین دائم برادران عزیز حضرت عبدالله ابن عمر میگه تصور که نمی نشسته که ما داریم، وقتی حبیب خدا با اونها می نشست هم تا شخصیتی که حضرت عایشه مادرمان گفتن که پیغمبر نفر بود که گویم که حاضره و آینده از اشتباه و خطایی که میکردن خدا همه اونها در قلم اوش کشیدگی بود.
لیکن همون خیلی شخصیتی که اطاعتش اطاعت خدا بود، نافرمانیش نافرمانی خدا بود، میگه در یک مجلس می نشستیم، در یک نشستنش تا 100 بار استغفرالله میگفت، تا 100 بار. برادر عزیز، نفری که اطاعتش اطاعت خدا، نافرمانیش نافرمانی خدا. این شخصیتی که گوییم که با دعوت مخصوص خدا نزد خدا رفت، این به هیچ پیغمبر موفق شدگی نبود. حتی پیغمبری که وقتی آب چشم میریزانید، خداوند در او جبرائیل روان میکرد که من میدانم که او برای چی گریه دارد، لیکن از گریهش بپرسید چرا گریه دارد. در پیش پروردگار اینقدر محبوبیت بود، اینقدر مرحمت و اینقدر منزلت داشت. بازم همین برادر عزیز یک نشستگیش در 100 بار استغفرالله میگفته است. حتی حضرت عایشه مادر ما گفت با پاهاش نظر میکردم، زانوهاش مثل زانوهای شتر شده بود از عبادت زیاد. برای من برادران عزیز و گرامی، ما کوشش کنیم برای همتا پیغمبری که خدا در قرآن صراحتا مقام محمودی وعده کرده بود که تو مقام محمودی داری، بازم همین اینقدر پایبند عبادت. ما کیم؟ ما برای جان خود، ما برای راحت آخرت خود ما کوشش کنیم برادران عزیز که پایبند کار خدا رسول باشیم. هیچ وقت دنیا و آن گویم نغمه و نغامات ها و بعض کارهای صنعی که ساخته می شود برای ماها را از کار نیک و کار خیر و راه خدا دور کردن، فریفتتان نکنند تا برادران عزیز همه به نام خدا پشیمان میشه. ولی برای هر کدام تو حاضر خواهش داری که چگونه که شاید در همین حیات از همین دنیا راضی، خب از حیات خدا دادگی راضی، خب بعض لحظه های دارد دنیا که آدم بسیار خوشنوده، همون خوشنودی هایی که میخوای در همین دنیا داشتی از این در بالاترش در خانه قبر داشته باشی، انا همون خوشنودی های خانه قبر با سبب همین عمل های نیک تو میشه. قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ببینید اندک کاری نیک تام پاداش نیکی دارد، اندک عملی بد تام پاداش بدی دارد. خدا میگه این المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. این خداوند میگه جنت دارم که او را با زبان وصف کردن نمی شود، یا او را چشم بیننده تصور کردن نمیتواند، یا با گوش وصف او را شنیدن دهم و این گوش شرایط قوتی او را ندارد. لیکن انا همون جنت پرناز و نعمت خودم را برای کسانی میبخشم که بما کنتم تعملون در دنیا پایبند عمل نیک بودند، پایبند 5 وقت نماز بودند، پایبندی که هر چیزی را که میگن حکم خداست، حکم قرآن است، در همون دنبالگیری میکنند، در همون جانتی میکنند. خداوند گفت به خاطر این که تو در دنیا از جمله اینها بودی، انا اون جنت بهر توست. ولی بین میم خانه برادرمون حاجی امام مهدی به خاطر چی میه؟ به خاطری که برادر ما حقیقتا آدمی مسلمان بود، برادری بود که خیراندیش بود، کارهای خیرش که زیاد بود، وادار ما میکنند میخیزیم میم در همین دعا میکنیم. ما هم باید این خیلی زندگی داشته باشیم که از دنبال ما به خیر یاد ممکنه. شیخ سعدی میگفت چنان ذکرت به تحسین کنند، چون مردی نه بر گورت نفرین کنند. همین خیلی زندگی کن که البته از دنبال احسن بگم، نگم که بسیار ناکس بود، بسیار سرسخت بود، بسیار گویم همین صورت آدمی داشت،
ولی سیرتش ای حیوان هیچ کمی نداشت. از جمله اینا نگم ما، زیرا بد نیکیم این دنیا را پدرود میگیم، ولی نیک مردن برادر، به خیر مردن این نتیجه خیلی خوب دارد. حتی سحر کتاب میکشم ابو سعید خدری روایت میکند حدیث پیغمبر، حدیث متفقون علیه است یا حدیثی والله اعلم ابو داود با اسناد حسن و صحیح روایت کرده است. میگه وقتی که همین جنازه را که ما و شما را بالای او میگذارند، تابوتی که میگذارند میبردارنش، ببین میگه فاین کانت صالحة قالت ببین قدمونی. اگر میگه این آدمی خوبه بود، در دنیا شناخت، حقیقت فهمید، کدام کاری حق است کدام کاری ناحق است، وقتی میگه این فهمید و دانیست، وقتی در بالای همون تابوت که بارش میکنن و مردم که میبردارنش، با مردم میگه خطاب میکنه قدمونی، تیزتر مرا برین، زیرا که او را پیشتر باشیشگاهش نشان داده بودن. گفتن زمانی که تو به خانه قبر میای، این بوستانسرا را دیدی، همین مهنت زحمت دنیایی تای، همین جمعی حاضر در راحت مبتلا میشه. و این کانت غیر صالحة، پیغمبر اگر به شرطی که یک آدمی نالایقی نامناسبی، ای خدا دوری، ظالمی گویم حق خوری حرام کار باشد، چی؟ بچه میفته قالت یا ویلها این تذهبون بها، میفته ای وای به حال من کجا میبرین؟ علاقه جاش نشان دادن قبلا که حاضر آمدی، انامین بدبختی ها انامین عذاب ها را دیدی، انامین ها منتظری تو و میدانه که حاضر رفتم برابر به همین بدبختی روبرو میشن. بعد داد میگفته یا ویلها این تذهبون بها، ای وای به حال من را کجا میبرین؟ ولی بین حبیب خدا میگد که در دوام همین میگد حدیث میگد که همه چیز میگد صدای انمی انسان همه شنود، انمی ناله و داد و فریاد همین انسان همه شنود که به جان خودش وای گفته است، الا انسان میگه نمیشنود، ولو سمعه صحیحه. حبیب خدا گفت اگر انسان داد و وای همین را شنود، خدا برای انسان ها اگر امکانیت شنیدن میداد، هر آینه از داد و فریاد او صعقه بیهوش شده به زمین میزدن، زیرا بسیار یک فریادی جانگداز میکرده. ولی چی فایده برادرای عزیز؟ ما را خدای مهربان در همین دنیا گفته در اینجا کار میگرد، در آنجا نخل بردار. نمیگه سری مرده را در پشیمان شد، نمیگه در درون تابوت پشیمان شد، تا اون زمان میگه تو باید اصلاح شد.